همکاران عزیز سلام، من محمد اوستاد هستم با توضیح اندام اسکلت شناسی اندام فوقانی که یه بخشی از سیستم اسکلتی ضمیمه‌ای میشه. اندام فوقانی و اندام تحتانی سیستم اسکلتی ضمیمه‌ای ما بودن. این سیستم یعنی اسکلت اندام فوقانی ما توسط کمربند شانه‌ای که استخوان‌های اسکاپولا و کلاویکل هستن تو این بخش به دسته استخوان استرنوم یا جناق سینه متصل میشه و به این صورت به تنه متصل میشه. حالا چه استخوان دیگه رو داریم؟ هیومروس یا استخوان بازو، ریدیوس یا زند زبرین که قسمت خارجی قرار میگیره. البته اگر تو حالت آناتومیکی ما قرار بگیریم، حالت آناتومیکی حالتیه که پای ما به اندازه عرض شانه بازه و کف دست ها رو به جلو قرار داره و اولنا قسمت داخلی قرار میگیره، یعنی قسمتی که نزدیکتر به تنه. استخوان‌های کارپال رو داریم که مچ دست میشه. 8 استخوان کارپال داریم که مچ دست میشه. کف دست 5 استخوان داریم که شماره گذاری میشن. متا کارپال ها شماره گذاریشون از انگشت 60، یعنی انگشت 60 اولین متا کارپال ماست. بعد 14 تا هم بندهای انگشتان رو داریم که 60 2 تا بند داره، بقیه انگشتان 3 تا. این استخوانی هم که این 2 تا استخوان ریزی هم که اینجا میبینید استخوان‌های سزاموئید هستن که بزرگترین استخوان سزاموئید هم کشکک زانو هستش. بسیار خوب، این تک تک این استخوان‌ها توضیح داده میشن. بعد رو بگیم که ما برامون تو کارمون خیلی مهم این هست که بدونیم عروق و اعصاب و گره های لنفاوی کجا قرار دارن. تا ویدیوهای بعدی.